واقعا گریه کرد. که بچه 15 ساله قطعا اعتماد نمی‌کنه پوستشو بسپاره. ولیشون زیاده تو مراقبت‌های پوستی، حوصله‌اش نمیگیره بخواد انجام بده. مرد میگه از این کارا میکنه فلان. حس کمک کردن به بقیه رو خیلی دوست دارم. 1 2 3 4 5. سلام، من هانی کاویانی هستم، فیشالیست و متخصص مراقبت‌های پوستی. الان که منو می‌بینی شاید فکر بکنی که از اول عاشق فیشال و مراقبت‌های پوستی بودم، ولی در واقع اصلا مسیر من یک خطی و ساده نبود. امروز میخوام برات صادقانه تعریف بکنم که چطوری وارد مسیر فیشال شدم و هنوز بعد از 5 سال سابقه عاشقانه دارم این مسیر رو ادامه میدم. همین که در یک کنجکاوی شروع شد. من یه آنلاین شاپ داشتم تو حوزه زیبایی و مراقبت‌های پوستی و یهو دیدم خیلی به اسکینکر علاقه دارم. اولش رفتم دنبال مراقبت‌های برای پوست صورت خودم یه پوستی بودم که به شدت حساس بوده، همیشه پوستم سرخ بود. بعد که تغییرات مثبت رو پوستم ایجاد شد و همه اطرافیان می‌پرسیدن که چی شد که پوستت خوب تغییر کرد، گفتم بهتره که برم پیش متخصصش آموزش ببینم و دوره‌های تخصصیش رو تهیه بکنم. پوست هر فردی یه داستانی داره مثل همه آدما. خیلی‌ها میان که فقط صرفا پوستشون بهتر بشه، ولی واقعا می‌بینم که بعد از دوره درمانیشون از نظر شخصیتی اعتماد به نفس خیلی بیشتری پیدا میکنن. خیلی‌ها فکر میکنن که فقط چند تا محصول یاد بگیرن کافیه، ولی واقعا تو این مسیر یاد گرفتن که فیشال فقط شناخت پوست نیست، یه نوع شناخت با انواع شخصیت‌های انسانی هم هستش. اون روز واقعا متوجه شدم که به فیشال فقط نباید به عنوان یک شغل نگاه کنم و حس کردم که رسالتمه. و از اون تایم واقعا هر لحظه سعی کردم تخصصی تر و علمی تر پیگیریش بکنم. یه بار یه مراجعه کننده داشتم به خاطر دغدغه سوختگی پوستی که داشتش و حالا جلسات لیزرش رو انجام داد، گوشت اضافه پوستش رو درمان کرد، ولی لک شدیدی که داشت هیچ راهکاری براش پیدا نکرده بود. وقتی دوره درمانی نسبتاً طولانیش رو پیشم تموم کرد، واقعا اون اشک شوقش باعث شده بود که اشک خودم هم در بیاد، ولی هیچ وقت اون لبخند رضایتش رو فراموش نمی‌کنم. و اون حس دقیقاً عشقم به این حرفه است. تصمیم گرفتم که تجربیاتم رو توی این چنل به اشتراک بذارم. اگر تو هم عاشق پوست و مراقبت‌های پوستی هستی، اینو بدون که علاقه من به این حرفم دقیقاً از یک عشق کوچیک شروع شد و تا الان ادامه پیدا کرد. اگر دوست داری راجع به دیتیل هیته فیشال بیشتر بدونی، چه از نکات پشت صحنه چه از نکات حرفه‌ای، حتما کانال منو سابسکرایب کن تا از بقیه ویدیوها اطلاع پیدا کنی. حتما توی کامنت ها برام بنویس که از کی به مراقبت از پوست علاقه‌مند شدی. بزرگترین مانع سنم بود. اولش موقعی کارم شروع کردم 15 سالم بود و هیچکی به بچه 15 ساله قطعا اعتماد نمی‌کنه پوستشو بسپاره دستش و خیلی واسم سخت بود که بتونم خودم رو ثابت بکنم. من میدونم دارم چی میگم و یه جای دیگه گفتم که من چهره‌مم کمتر نشون بدم تا مثلا تو فیس مشخصه که زیاد طرف سن نداره، هر چقدرم نخوام عدد بگم. یه جایی به بعدم چون توی شهر کوچیکی بودم توی ساری، به اون درکه نرسیده بودن که چقدر مراقبت‌های پوستی مهمه، که دیگه تصمیم گرفتم بیام تهران زندگی کنم و خیلی حرفه‌ای تر بخوام ادامه بدم، چون خیلی خوب تونست بهم کمک بکنه تو تهران. مثلا تو تهران میدونن که فیشال نرمال ماهانه بعد داشته باشه، یه نیازه. خیلی خودم افتخار کنم و اینا واقعا حس کردم که جدا از اینکه یه سریا میان که مراقبت پوستی داشته باشن، واقعا به خیلی کمک دارم میکنم. اون حس کمک کردن به بقیه رو خیلی دوست دارم. خیلی حالمو خوب میکنه. آره آقا، کلا یه کوچولو تنبلیشون زیاده تو مراقبت‌های پوستی. مثلا بخوادم طرف بگه نه من واقعا این چیزا رو بد نمیدونم، حوصله‌اش نمیگیره بخواد انجام بده. به خاطر اکثریت هم شغلی دارن که تو محیط بیرونن، کم آقایون کارشون اینجوری که تو خونه بشینن کار کنن. یکی اینکه حتما باید شوینده داشته باشن، مخصوصا تو شهری مثل تهران آلودگی وحشتناکه. یعنی طرف موهاش حدود میگیره، چه برسه که صورتش که اینقدر منافذ باز داره
قطعا نفوذ میکنه رو پوست. یه شوینده ساده داشته باشن، صبح قطعا پوستشون رو میشورن و به جای که با آب بشورن با یه شوینده پوستشون رو بشورن که قشنگ تمیز شه. شبم که دارن میخوابن به همین شکل. و یه آبرسان، یه ضد آفتاب. ضد آفتاب هم صبح بلافاصله بعد شویندهشون بزنن، آبرسان رو شبا بلافاصله بعد شوینده. و واقعا همین 3 تا دونه یه ترکیب روتین پوستی خیلی ساده ولی خیلی مفیده. قشنگ تو طولانی مدت تغییراتشون نشون میده. از حمومیان مثلا آبرسانشون داشته باشن، یا مخصوصا اگه پوست صورتشون رو شیل میکنن حتما استفاده کنن از آبرسان، چون پوست رو خشک میکنه به مرور زمان. آره خیلی تاثیرگذاره. سوز سرما باعث سوختگی میشه. اصلا گوشی که دستمونه رادیکال آزاد داره دیگه، قطعا بابت مراقبتش باید از ضد آفتاب استفاده کرد. و اشعه‌های UVA و UVB تو تابستون خیلی نزدیکن به ما، ولی دلیل نمیشه تو تابستون نباشن و حتما باید توی زمستون هم استفاده بشه که خیلی این موضوع اصلا خیلی نادیده میگیرن.